درود. سال 1995 در یک خوابگاه قدیمی در توکیو چند دانشجو از اتاق 214 شکایت می‌کردند. میگفتن شبا صدای کشیده شدن چیزی روی زمین میاد و بعضی وقتا در تاریکی زنی با موی بلند کنار تختا میسته و بهشون زل میزنه. مدیر خوابگاه باور نمی‌کرد تا اینکه یکی از دانشجوها نیمه شب وحشت زده از اتاق بیرون دوید و گفت وقتی چراغ رو روشن کرده اون زن هنوز ایستاده بود و بعد درست جلوی چشمش محو شد. تحقیقات بعدی معلوم کرد که در دهه 70 زنی در همون اتاق خودکشی کرده بوده. از اون زمان به بعد خوابگاه اتاق 214 رو قفل کردن، اما دانشجوها میگفتن هنوز شبهایی هست که از پشت در بسته صدای خراشیدن ناخن روی زمین شنیده میشه.